افغانستان مادرم است، پدرم است، کشورم است. حالمون میخوایم که پس بریم، حالمون میخوایم که در اونجا امن و امان بیاید. بچهای بیادر ما، دخترای خورای ما درس بخونن، درس به حال باشه، درس به کلان، درس به خورطرف باشه. این همی درد داریم، این همی عشق داریم به وطن. نمیتونیم از روی ما افغانستان بریم. مرا از اینجا بکشین در دیگه کشور پرتین، بازم ما افغان هستم. هی حق ما را کسی نمیتونه که بگیر. افغانستان یک مثل گلدسته باره است. اگر یک گل شما از اونجا بکشین، کل گلدسته شما خراب میشه. ما میخوایم، آرزوی ما این است که امان بیاید، هر کسی ایکول رایت داشته باشه، درس با هر کسی برسه.